السلام علیکم داملای بی نهایت عزیز و گرامی برای تمام مردم تاجیکستان. ما یک گروه مخلصان آواز شما و موعظه های شما از دوشنبه در مسجد ما حاضر 75 کسیت شما وجود دارد. هر بیگاه گوش میکنیم. شما گفته بودید که من درباره کبر و حیات حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی صحبت میکنم. داملای عزیز، ما به صبرانه منتظر این صحبت هاییم. خداوند شما را از تمام مهربانی هایش بهره‌ور گرداند که ما از زبان شما تا امروز فقط حقیقت اسلام را شنیده ایستاده ایم. شهر دوشنبه انشاءالله خدا خواسته باشد، یعنی بعد انجام دادن این سوال و جواب ها، ما یک موضوع داریم در باب عرق نوش ها و کسانی که به مردم عرق میدهند، در معرکه های خود عرق دارند. اینها در چی وعیدی سخت از جانب پروردگار است. انشاءالله این صحبت ها را بهر شما میکنیم و خدا خواسته باشد بعدش انشاءالله موضوع کبر است که همون بنده هایی که امروز تکبری میکنند، چی در نزد پروردگارشان چی در نزد بندگان خدا که خیلی هوا بلند هستند، آنها را اسلام چگونه مذمت میکند و بعدا خدا خواسته باشد از این 4 یار پیغمبر بهر شما البته صحبت میکنیم. و این برادرای هستند که یک سوالهای زیاد از دوشنبه آمدگی هست، میخوام اینها را بهر شما برسانم. سلام حاجی شیرین سخن که فخر مردم کولاب ما هستی. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار کاروان. یکم سوال میگویند که نیت کردی کاری نیک نیت قبول می شود. آیا نیت در اسلام هست یا نه؟ درباره نیت کمی خبر می دادید. برای اینکه شخصی در مدرسه می خواند و ما گفت که شخصی که نیت کرد که از زنش جدا شدن می خواهد در حال نیت قبول می شود، یا این حقیقت دارد که همان شخص از زنش جدا می شود؟ آیا در اسلام در این باره نیت حدیثی هست که از زبان شیرین شما می خواهیم شنویم؟ از شما عذر می خواهیم. یعنی اگر شخصی که نیت کند که من از زنم جدا می شوم، این معنای او را ندارد که وای از زنش جدا شد، زیرا که جدا شدن این فقط و فقط به همون لفظ است. وقتی تا کلمه طلاق را اگر مرد استفاده نبرد، این حالت در بدلش اگر نیت هم که کند، این نیت دل اعتبار نیست. اگر چنده که در اسلام، یعنی ما و شما میخواییم البته نیت در اسلام وجود دارد، چگونه که تمام کتابای احادیث پیغمبر وقتی که ما اگر ورق میزنیم، اول احادیث های پیغمبر سر میشود انما الاعمال بالنیات. این از جز از این نیست که همه عملهای شما وابسته به نیتهای شماست. یعنی هر عملی را که ما انجام میدهیم وابسته به نیت ماست. مثلا اگر شما به